سلام، زهره هستم و میخوام امروز شما رو از وسایل اضافه که تو خونه داری نجات بدم. خب سلفی فرقش اینه که یه دست دوم فروشیه. بزرگ فرقش با بقیه دستم فروشی مثل وینتد و فیسبوک و غیره اینه که هرچی داری و نداری رو میدی و میره دیگه. خونت خالی میشه، کمدت خالی میشه، یه نفس راحت میکشید میری سراغ خریدای بعدی. خب در مراحل اول میرین اپ سلفی رو دانلود میکنید، پاکتش رو سفارش میدین که اینه و داخل پاکتش 2 تا پوسه براتون میفرسته که یکی به رنگ آبیه که خیلی هم بزرگه و یکی هم به رنگ سبزه. خب تفاوتش چیه؟ رنگ سبزش برای اینه که شما یه سری چیزایی رو داریم و احساس میکنین که نمیخوایم بفروشینش، یعنی که ارزش فروختن نداره ولی دلتون هم نمیاد بندازیدش دور، میخوایم به کسی ببخشین. دومیش اینه که شما هر چیزی که میخوایم بفروشین و ارزش فروختن داره رو میذارین داخل پلاستیک آبی و معمولا چیزایی که میذارین رو باید خیلی تمیز و به ظاهر نو باشه و اگه لباسی دارین که احساس میکنین توش لکه و چیزی هست بهتر لکه رو از بین ببرین قبلش. خب اینجوری خب برای خودتون هم بهتره اون پیرن یا اون لباس شلوار هر چی که هست بهتر فروخته میشه. خب مرحله اول گفتم چیه؟ اپش رو دانلود میکنی، پاکتش رو سفارش میدی که همچین پاکتی دم در خونه شما میاره و مرحله بعدی اینه که پرش میکنین و بازم میرین تو اپش سفارش میدین که آقا من تمام کردم، پر کردم، میان دم درتون و بستر ازتون میگیره و این برچسب هم داره که میچسبه. وقتی که بسترتون رو اومدن و بردن از دم در، این روندی که میاد میبره و ارزش گذاری میکنه به کالای شما تقریبا 18 هفته طول میکشه. این 18 هفته اگه شما لباسای زمستونی دارین که میخواین تو زمستون فروش بره، پس بهتره این کارو از تابستون یا پاییز شروع کنین، یعنی به فصل‌ها خیلی مهمه که دقت داشته باشین. و در دفعه اول پلاستیکی که برای شما میفرسته مجانیه و همچنین برای خرید دفعه اول هم 10% تخفیف داره و همچنین برای بار اول تحویل رایگان دارن و سری های بعد پلاستیکش و چیزایی و غیره همشون پولیه، یعنی کوچکترین پلاستیکش 24 کرونه و غیره. ولی خب اگه شما یه کالایی دارین که خیلی احساس میکنین با ارزشه، خیلی برند واویه، خیلی خب شما خودتون بهتر میدونین خیلی گرون تره، خب بهتره تو سلفی نفرستین. اگه دنبال این که از اون چیزی که دارین یه پول زیادی به دست بیارین چون همچین چیز غیر ممکنه، سلفی یه دست دوم فروشه و سعی میکنه وسایل رو به ارزون ترین قیمت بخره، به ارزون ترین قیمت بفروشه و کارش اینه که کالاهایی که زیر 500 کرونه رو 60% رو واسه خودش برمی‌داره و 40% رو مال کسی که فروشنده و اگه بالای 500 کرون باشه 70 تا 75% رو میگیره، 35% به شما میرسه. و خب اگه کسی که قیمت خیلی براش مهمه بهتره که سلفی رو انتخاب نکنه چون خیلی پول کمی به حسابش برمیگرده. ولی خب بهترین چیز در مقابل بقیه دست دوم فروشی اینه که یه دفعه کمدت خالی میشه. این به نظرم برای من خیلی خوبه چون واقعا جا ندارم. این کیفای بزرگ مخصوصا که من دارم خب جای زیادی گرفته، میخوام اینا رو زودتر بفروشم. خیلی احساس میکنم که نفسم گرفته. من همراه باشین تا من پاسمو پاسم.